ببین خدا خیلی دستش بازه، باید همیشه بیشترین چیزا رو ازش بخواین و وقتی بخواین میرسین بهش. من یادم یه بار توی دفترم نوشتم که من تا سال دیگه ماشینمو میخرم، خودم ماشین خودمو میخرم. اون موقع تو فکرم این بود که حالا یه ماشین معمولی میخرم دیگه، یه ماشین فقط بخرم. واقعا روزی که ماشین رو خریدم اون دفتر رو باز کردم، اصلا خودم یادم رفته بود نوشتم و اصلا باورم نمیشه. من 1 سال پیش اینو نوشتم و ماشینم رو خریدم. هر موقع ناراحتم میشینم پشت فرمون شروع میکنم باش حرف زدن از همه چی. خیلی رفاقتی هم باش حرف میزنم، اینجوری شد، بهم کمک کن، ببین من اشتباه کردم اینجا، خودت غلط کردم، ببخشید. ازش عذرخواهی میکنم بارها، ازش میخوام. و آدمایی که ناراحتم میکنن و یا خیلی اذیتم میکنن همیشه میگم خدایا من کاری ندارم، تو با تو دیگه، تو جوابشونو بده با تو. و انقدر همیشه جواب منو میده، انقدر همیشه دست منو میگیره که من به شدت به خدا اعتقاد دارم. و مهمترین چیز اینه که به بقیه کمک کنید. آقا تو مثلا تو اگه عکاسی، کی دوست داره عکاس بشه، بهش کمک کن، بهش 4 تا نکته بگو. اون که مثلا اونم پیشرفت بکنه که تو عکاسیتت از بین نمیره، که مثلا یکی یوتیوبش پیشرفت بکنه که مثلا سابسکرایبر نمیریزه، که آقا برای بقیه هم بخوایم کمک کنیم به بقیه. من بارها شده چندین نفر اومدن از من کمک خواستم، نشستم براشون توضیح دادم، طرف من تشکر خیلی زیادی کرده که من تعجب کردم که چرا اصلا اینقدر تشکر کنه. بعد میگه بقیه نمیگن. چرا؟ چون بقیه فقط میخوان خودشون اون بالا باشن. و به نظرم خدایی که اون بالاست کسایی که همیشه سعی میکنن فقط خودشونو میبینن، فقط برای خودشون میخوان، فقط خودشون میخوان یک باشن. خدا براشون نمیخواد. من بهش رسیدم. هر چقدر به بقیه کمک کنی، برای بقیه بخوای، خدا این سفره تو رو واقعا برکتش انقدر زیاد میکنه که خودت هم میمونی. هیچ چیزی تو دل من نیست که بگم وای یه وقت این بالا نره، یه وقت این چیز نشه. و آدمایی که از من بالاترن و خفن‌ترن همیشه برای من انگیزه‌این که بگم ربکا بیشتر کار کن، بیشتر برو جلو، تو هم میتونی. و 100% دست بالای دست بسیار، اما خفن‌تر خیلی هست از من و تو بهتر خیلی هست، از همه هست. و میتونی حسادت رو بذاری کنار، یاد بگیری.